سلام دوستان عزیز کانال داستان خان. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز هم با یک داستان جذاب مهمون خونه های گرم شما همراهان همیشگی هستیم. سلام، من سایه هستم. این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم برای 10 سال پیش هستش. اون موقع که یه دختر شیطون و خندون و بازی گوش بودم. مادر بزرگم تو محله های پایین شهر زندگی میکرد و پدر بزرگم یه مدتی بود فوت کرده بود. به خاطر همین من اکثر اوقات خونه مادر بزرگم بودم که تنها نباشه. مادر بزرگ من یه زن مؤمن و نمازخون بود. خیلی تو محل قبولش داشتن و کلاً محرم اسرار همسایه ها بود. همیشه یکی دو تا از همسایه ها اونجا بودن، باش درد دل میکردن. 2 تا خونه بالاتر از خونه مادر بزرگم یه خانواده شیرازی زندگی میکردم که مدت 5 سال بود از شیراز به اینجا نقل مکان کرده بودن. یه زن و شوهر با یه دختر و پسر دوقلو که تقریباً هم سن و سال خودم بودن، ولی اصلاً نمیشد باشون ارتباط گرفت. همیشه تو خودشون بودن. چند بارم که اومده بودن خونه مادر بزرگم از کنار مادرش تکون نمیخورد. اسم دخترشون ملیکا بود. اسم پسرشون هم مهران بود. ملیکا یه دختر سبزه زیبا بود. قدش نسبتاً بلند بود و بدن لاغری داشت. همیشه نارارت بود و خیلی کم صحبت میکرد. مهران خیلی پسر خوشتیپی بود، ولی در کل یکم مشکوک و مبهم بودن. یادم یه تابستان ملیکا و مهران رفتن شیراز و 3 ماه نبودن. وقتی برگشتن حالات ملیکا خیلی عجیب شده بود. انگار اعتماد به نفس خیلی بالایی پیدا کرده بود. اصلا مدل لباس پوشیدنشون هم فرق کرده بود. با من خیلی ارتباط میگرفت و مدام پیش هم بودیم، ولی یواش یواش دوباره تغییر کرد و گوشه‌گیر شد. از قبلم بدتر شده بود. یک شب مادرشون اومد خونه مادر بزرگم و گفت اگه اشکالی ندارد سایه بیاد پیش ملیکا. آخه جایی کار داریم و دیر وقت برمیگردیم. ملیکا هم تنهایی میترسه. قبول کردم و رفتم خونشون. خونشون خیلی قدیمی بود، ولی نوسازی شده بود. از در که وارد میشدیم یه حیاط نسبتاً بزرگ و یه ساختمان 2 طبقه کوچیک انتهای حیاط بود. تو اون مدتی که ملیکا حالش اوکی بود خیلی رفت و آمد میکردم، ولی 1 هفته‌ای بود که اصلاً ندیده بودمش. وقتی اومد پیشم شوکه شدم. خیلی لاغر شده بود، زیر چشماش گود افتاده بود. یه لبخند تلخی بهم زد و اومد کنارم نشست. بهش گفتم خوبی؟ چرا اینجوری شدی؟ هیچی نگفت و فقط به زیرزمین نگاه میکرد. منم شروع کردم به تعریف عروسی که چند شب پیش رفته بودیم. اصلاً نگاهم نمیکرد. فقط به درب زیرزمین زل زده بود. یه دفعه مثل آدمی که برق گرفته باشد از جا کند و اومد پشت من قایم شد. درب زیرزمین با شدت باز شد. ملیکا شروع کرد به جیغ کشیدن و گریه کردن. من چیزی نمیدیدم، ولی احساس کردم یکی داره بهم نزدیک میشه. ملیکا دست منو سفت گرفته بود و فشار میداد. یه دفعه دیدم موهاش کشیده شد و با سرعت به سمت زیرزمین روی زمین کشیده میشد. اینقدر محکم دستم رو گرفته بود که از شدت فشار جاش کبود شده بود. هر چقدر سعی کردم جلوشو بگیرم نشد. خیلی ترسیده بودم، ولی فعلا باید یه جوری اونو نجاتش میدادم. با ناخوناش به زمین چنگ مینداخت که یه جوری خودش رو نگه داره، ولی سر همه ناخونهاش شکست و با شدت کشیده شد توی زیر زمین و دربم بسته شد. کاری از دستم بر نمی اومد. فقط با جیغ دویدم سمت خونه مادر بزرگم و انقدر گریه میکردم که نمیتونستم حرف بزنم. مادر بزرگم آرومم کرد و گفتم فقط بیا بریم نجاتش بدیم. ماجرا رو با گریه و عجله براش تعریف کردم. سری قرآنش رو برداشت و گفت پاشو بریم. پاهاش خیلی درد میکرد و نمیتونست تند بیاد، ولی سعی کرد خیلی سریع برسیم اونجا. وقتی رسیدیم درب زیرزمین باز بود. صدای ناله های ضعیف ملیکا به گوشم میرسید. با مادر بزرگ وارد زیرزمین شدیم که دیدم ملیکا صاف روی زمین خوابیده و چشماشو بسته. اومدم برم سمتش که یکی پرتابم کرد یه گوشه و محکم خوردم به دیوار. از شدت درد اشکم در آمد. مادر بزرگم گفت بهش نزدیک نشو، این کار من و تو نیست. رفت نشست یه گوشه و شروع کرد به قرآن خوندن. وقتی شروع به خوندن کرد ملیکا از روی زمین بلند شد تا سقف بالا رفت و با شدت خورد زمین. صدای خرد شدن و استخوان‌هاش شنیده میشد. گفتم مامان بزرگ دیگه نخون، مگه نمیبینی دارن چی کارش میکنن؟ به حرفم گوش نداد و فقط میخوند. چند بار دیگه اون کارو باهاش کردن، ولی یک باره همه چیز آروم شد و معلوم بود دیگه چیزی اونجا نیست. با عجله رفتم سمت ملیکا و بغلش کردم. همون موقع
پدر و مادر و برادر ملیکا هم رسیدن. سریع بردنش بیمارستان. خیلی عادی با این موضوع برخورد کردن. انگار قبلا هم اتفاق افتاده. مهران پیش من و مادر بزرگم موند. مادر بزرگم بهش گفت تعریف کن ببینم این دختر چی کار کرده که به این روز افتاده. مهران گفت نمیدونم، یه چند وقتی که اینجوری شده، فکر کنم صرع گرفته. مامان بزرگم گفت بچه جون، من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم، میدونم چی دیدم و اونا چی بودن، ولی برام تعریف کن چرا اینجوری شد. با یکم تعلل و من گفت وقتی تابستان رو شیراز بودیم یواشکی رفتیم زیر زمین خونه بابا بزرگمون. همیشه درش قفل بود، کلا نمیذاشتن کسی وارد اونجا بشه. دوتایی آخر شب رفتیم اونجا. کلی وسایل عجیب و غریب به دیوارها و سقف آویزون بود. انتهای زیر زمین یه صندوقچه قدیمی بود، کلی هم روش خاک نشسته بود. ملیکا فضولیش گل کرده بود و رفت درب صندوق رو باز کرد. یه کتاب درب و داغون قدیمی توش بود، برداشتش و شروع کرد به ورق زدن. گفت که مهران، عجب چیز خفنی پیدا کردم. بهت گفتم بابا بزرگ جادوگر بوده، قبول نمی کردی. مهران گفت اولش فکر می کردیم کتاب جادو و طلسم باشه، ولی یکم که خوندیمش دیدیم آموزش چله نشینی و به بردگی گرفتن از ما بهتر اونها هستش. من خیلی ترسیدم، کلا آدم ترسویی هستم. بهش گفتم ملیکا بذار سر جایش، برامون دردسر درست میشه ها. بهم گفت تو کاری نداشته باش، مثل بچه ننه ها ترسو و لوس هستی. گفتم ملیکا این هر چی باشه احساس خوبی با آدم نمیده، فکر نکنم کار درستی باشه. هرچی بهش اصرار کردم فایده‌ای نداشت که نداشت. کتاب رو برداشت و از زیر زمین زدیم بیرون. کتاب تقریبا مثل دفتر خاطرات میموند. برای مردی بود که 40 روز تنهایی توی بیابون نشسته بود و یه سری طلسما رو میخونده تا تونسته با از ما بهترونا ارتباط بگیره. آخر کتاب هم توصیه کرده بود که هرگز این کار رو نکنید چون عواقب خیلی شومی داره. ملیکا خیلی یک دنده و کله خراب هستش، به خاطر همین گفت که میخواد انجامش بده. هر چقدر اصرار کردم فایده‌ای نداشت که نداشت. اول باید یه جایی رو انتخاب میکرد که کسی نباشه. بهترین جا هم همون زیرزمین بود چون هیچ کس اونجا نمیرفت. به عموم دروغ گفتیم که ملیکا برمیگرده پیش بابام و اینا، چون این قضیه 40 روز طول میکشید و نمیشد بهونه‌ای بهتر از این جور کرد. از اونجایی هم که عموم با بابام قهر بود، مطمئن بودم بهش زنگ نمیزنه. به خاطر همین من الکی ملیکا رو بردم ترمینال و مثلا سوار اتوبوس شد. فردا هم به عموم گفتم که ملیکا تماس گرفته رسیده خونه خودمون. طبق دستورهای کتاب باید 40 دونه بادام با یک کوزه آب برمی داشت، چون باید روزی 1 دونه بادام و 1 پیاله آب می‌خورد فقط. بعد یه دایره بزرگ روی زمین می‌کشید و مینشست وسط دایره و طلسم‌های داخل کتاب رو می‌خوند. خیلی تاکید شده بود که هر چیزی می‌بینن نباید دست از کار خودش بردار و انجام بده. ملیکا همین کارها رو کرد و نشست وسط دایره. از من هم قول گرفت تا خودش بیرون نیونده من سراغش نرم. برخلاف خواستم ازش قبول کردم. فکر کنم حدود 20 روزی گذشت. خیلی نگرانش شدم. دلم رو زدم به دریا و رفتم تو زیرزمین، دیدم دایره پاک شده و دستای ملیکا با چوب به زمین کوبیده شده. هیچ حرفی نمیزد. فقط به روبرو زل زده بود. با جیغ و فریاد عمو و زنموم رو خبر کردم و سریع رسوندیمش بیمارستان. هیچ حرفی هم در مورد اون روزا نمیزنه. یعنی اصلا با کسی حرف نمیزنه. مهران حرفاش تموم شد و یه ترس خیلی بدی همه وجودم رو فرا گرفت. حالت خونه خیلی ترسناک شده بود و دلم میخواست سریع بریم خونه خودمون. ولی مادر بزرگم خیلی عادی نشسته بود و به حرفای مهران گوش میداد. 1-2 ساعتی گذشت که ملیکا همراه پدر و مادرش برگشتن خونه. خدا رو شکر صدمه جدی نخورده بود. اومد نشست روی تخت کنار حیاط و فقط ریز ریز اشک میریخت. مادرش به خاطر کمکی که کرده بودیم تشکر کرد. مادر بزرگم در مورد اون 20 روزی که شیراز تو زیرزمین بود از مادرش سوال پرسید، ولی گفت به کسی حرفی نزده. مادر بزرگم خیلی آروم رفت نشست کنار ملیکا و شروع کرد به حرف زدن و زیر لب ذکر خوندن. هر چند لحظه یک بارم فوت میکرد سمت صورت ملیکا. یواش یواش ملیکا آروم شد و انگار احساس امنیت میکرد. مادر بزرگم بهش گفت دختر عزیزم، نمیخوای برامون از اتفاقی که شیراز برات افتاد تعریف کنی؟ سری تکون داد و گفت نمیتونم. اینا نمیذارن. میگن حرفی بزنی کارتو تموم میکنی. مادر بزرگم دوباره شروع کرد به قرآن خوندن و حالت ملیکا کم کم بهتر میشد. انگار کاملا آروم شده بود. مادر بزرگم گفت الان دیگه میتونی بگی. گفت آره رفتن. میتونم حرفی بزنم.
و شروع کرد به صحبت. گفت طبق گفته های کتاب عمل کردم و از نیمه های شب شروع کردم به خوندن ورد و طلسم. هنوز چند ساعتی نگذشته بود که دیدم صداهای عجیبی میاد. صداهای آروم و رمزآلود، ولی توجهی نکردم. چون داخل کتاب تأکید شده بود که به هیچ چیز توجه نداشته باش و کارت رو ادامه بده. یواش یواش صدا محو شد. روز دوم دوباره مشغول خواندن بودم که دیدم صدای خنده بچه‌ای میاد. تا اومدم سرم رو برگردونم انگار یه حسی بهم میگفت توجه نکن، اینا همش دروغ و توهمه. چند روزی گذشت و هر سری چیزهای عجیبی میدیدم تا رسیدم روز 10. یک دفعه یه صدای وحشتناکی از بیرون خطی که کشیده بودم گفت تمومش میکنی یا مادرت رو به عزات بنشونم. باز سکوت کردم. از ترس قلبم به سینم میکوبید، اما به خواندن ادامه دادم. شب 11 آنها شکل‌های وحشتناکی به خود گرفتند. موجوداتی سیاه و بلند که دور دایرم میرقصیدن و با چشمای قرمز به من زل زده بودند. صدایشون اونقدر بلند بود که سرم داشت منفجر میشد. روزهای بعد حتی وحشتناکتر شد. آنها به صورت پدر و مادرم در می آمدند و با التماس و گریه از من میخواستند که دست بردارم. اما من به توصیه کتاب عمل کردم و ادامه دادم. هر شب ترسناکتر می شدن. روز 17 صدای برادرم رو شنیدم. با گریه می گفت ملیکا من رو نجات بده، اونا من رو میبرن. اما باز هم به خواندن ادامه دادم. روز 20 ناگهان صدای وحشتناکی آمد و تمام دایره‌ای که کشیده بودم پاک شد. آنها وارد شدند. یک نیروی نامرئی مرا به دیوار کوبید و دستهایم را به زمین کوبیدند. آنها میگفتند تو ما را به بردگی نمیگیری، ما تو را به بردگی میگیریم. ملیکا با اشک و لرزش ادامه داد من هیچ وقت حرف نزدم. از آن روز هر روز به زیر زمین میآیند و مرا عذاب میدهند. میگویند من یک بدهکار هستم و تا ابد باید به آنها خدمت کنم و هر بار آنها چیز جدیدی به من نشان میدهند که ترسناکتر از قبل است. حرفای ملیکا که تمام شد یک حس یخزدگی تمام وجودم رو فرا گرفت. مادر بزرگم گفت نترس، آنها رفتند. او با آرامش شروع به خواندن قرآن کرد و ملیکا را آرام کرد. اما من میدونستم که این پایان کار نیست. این فقط شروع یک کابوس بود. ملیکا با صدایی که از ته گلویش می آمد کلمات تهدیدآمیز را به زبان آورد. صدایش آنقدر پر از وحشت بود که تمام وجودم به لرزه افتاد. انگار که کلمات نه از دهان او بلکه از یک جای تاریک و دور به زور بیرون می آمدند. مادر بزرگم با آرامش دستش را روی دست ملیکا گذاشت و به او گفت عزیزم آنها فقط میخواهند تو را بترسانند. تو تحت حفاظت کلام خدا هستی. ملیکا با چشمانی باز و خیره با صدایی لرزان ادامه داد مادر بزرگ من تسلیم شدم. روز 20 وقتی با چوب ها مرا به زمین کوبیدند یک صدا از تاریکی گفت قرارداد ما این بود که ما به تو قدرت بدهیم و تو به ما خدمت کنی. تو ما را به بردگی نمیگیری، ما تو را به بردگی میگیریم. آنها از من خواستند که یک کار را برایشان انجام دهم، یک آرزوی شوم را که فقط آنها میدانستند. من از ترس قبول کردم. مهران که تا آن لحظه ساکت بود با وحشت گفت آرزو؟ چه آرزویی؟ ملیکا به او نگاه کرد. نگاهش پر از یک غم عمیقی بود که حتی غمهای قبلیش را هم تحت الشعاع قرار میداد. آنها از من خواستند که یکی از عزیزانم را به آنها معرفی کنم، کسی که روحش برایشان خالص و دست نخورده باشد. آنها می گفتند که روح او بدهی من را پاک خواهد کرد. سایه ها در اطرافمان حتی در روشنایی حیات تاریکتر و سنگینتر شدند. مادر بزرگم به سرعت شروع به خواندن آیاتی با صدایی بلندتر و قطعاتر کرد. ملیکا با چشمان گشاد شده به من خیره شد و با صدایی ضعیف طوری که فقط من بشنوم زمزمه کرد سایه تو همون آرزوی شومی هستی که ازم میخواستن. در آن لحظه حس کردم که تمام دنیا زیر پاهایم خالی شد.
سرم گیج رفت و به گوشه‌ای پرت شدم. مادر بزرگم به سرعت به من رسید و قرآن را روی سرم گذاشت. صدای قرآن او مثل یک سپر مرا از آن حس سنگین جدا کرد. مادر بزرگم به ملیکا گفت تو نباید به حرف آنها گوش کنی، تو باید با آنها مقابله کنی، نترس، ما با تو هستیم. از آن روز کابوس ملیکا به زندگی من هم وارد شد. هر شب وقتی به خواب می رفتم آن زن قد بلند با موهای سفید را می دیدم که در گوشم زمزمه می کرد ملیکا خواهرت را به من بده، اون مال منه. در خواب حس می کردم که دستهای سرد و بلندش به سمت من دراز شده و سعی دارند مرا با خود ببرند. هر بار که بیدار می شدم عرق سرد روی پیشانیم بود. ترس من فقط به خواب محدود نمی شد. وقتی به خانه ملیکا می رفتم سایه هایی را می دیدم که در کنارش حرکت می کردند. گاهی صدای نجوای خشکی از داخل زیرزمین به گوشم می رسید، حتی وقتی که درش بسته بود. ملیکا هر روز بیشتر به من می چسبید. انگار که حضور من تنها چیزی بود که او را از آنها دور می نگه می داشت. اما من می دانستم که آنها به خاطر من به او نزدیکتر شده بودند. یک شب در خانه ملیکا بودیم که ناگهان برق رفت. نور چراغ قوه‌هایمان در تاریکی می‌رقصید و سایه‌هایمان را روی دیوار می‌انداخت. ناگهان صدای خنده یک کودک از زیر زمین آمد. صدای خنده‌ای که انگار به صورت مصنوعی ساخته شده بود. ملیکا به شدت ترسیده بود و دستم را می‌فشرد. در همان لحظه صدای یک مرد به گوشم رسید. صدای پدر ملیکا بود. ملیکا بیا پایین، کار داریم. ملیکا با وحشت گفت این پدرم نیست، صداش فرق میکنه. صدای زنی اوج گرفت. بیا پایین دختر بدکاره، اگه نیای با سایه تنها میریم پایین. ملیکا با گریه گفت آنها میخواهند مرا ببرند. در همان لحظه نیروی نامرئی مرا به سمت در زیرزمین هل داد. ملیکا جیغ زد و مرا محکم گرفت. دستهای او آنقدر قوی شده بودند که حس کردم استخوان‌هایم در حال خرد شدن هستند، اما آنها قوی تر بودند. در یک لحظه ملیکا به سمت زیرزمین کشیده شد و من به او چسبیده بودم. هر دو با هم به داخل زیرزمین افتادیم. در زیرزمین هوا سرد و مرطوب بود. بوی خاک و گوگرد تمام ریه‌هایمان را پر کرد. نور چراغ قوه‌ام لکه سیاهی را روی دیوار نشان می‌داد که شبیه به یک موجود عجیب الخلقه بود. ملیکا به زمین افتاده بود و می‌لرزید. ناگهان سایه‌هایی دور ما حلقه زدند و شروع به حرکت کردند. یک صدای سرد از بین سایه‌ها به گوش رسید. تو می‌دونی چی کار کنی. آرزوی ما زندگی اوست. در آن لحظه تمام آنچه مادر بزرگم به من یاد داده بود به ذهنم هجوم آورد. مادر بزرگم همیشه میگفت کلام خدا تنها سپر ما در برابر تاریکی است. با لرزش شروع به خواندن آیه‌ای از قرآن کردم. صدایم اول ضعیف بود، اما هرچه پیش میرفتم قوی تر میشد. سایه ها از من دور شدند. ملیکا با چشمانی اشکبار گفت فایده‌ای نداره، آنها خیلی قوی‌اند. اما من ادامه دادم و با صدایی بلندتر آیات را خواندم. ناگهان نیروی نامرئی از بالا به سمت ما هجوم آورد. نور چراغ قوه‌ام خاموش شد و صدای خنده های شیطانی در فضا پیچید. حس کردم که کسی دستهایم را گرفته و فشار می دهد. با آخرین قدرت فریاد زدم به نام خدا ای شیاطین از ما دور شوید. در آن لحظه صدای بلندی شبیه به صدای رعد و برق از بالای سرمان آمد و نور سفید و خیره کننده‌ای فضا را پر کرد. تمام سایه ها به سرعت ناپدید شدند و بوی گلاب و گوگرد از بین رفت. ملیکا به من نگاه کرد. چشمانش دیگران ترس و وحشت را نداشت. او با آرامش لبخند زد. از آن شب به بعد ملیکا آرامتر شد. او دیگر کابوس نمیدید و به تدریج به همان دختر سابق تبدیل شد. اما چیزی در آن زیر زمین باقی ماند. ما به مادر بزرگم حقیقت را گفتیم و او به ما گفت که آنها به طور کامل از بین نرفته اند، بلکه فقط به جایی که از آن آمده اند بازگشته اند. امروز سالهاست از آن ماجرا می‌گذرد. ملیکا و خانواده اش از آن خانه نقل مکان کردند، اما من می‌دانم که آن خانه هنوز آنجاست.
گاهی که از کوچه آن خانه رد می‌شوم، هنوز همان سنگینی سرد را در سینه‌ام حس می‌کنم. من می‌دانم که آنها نرفته‌اند. آنها فقط منتظرند تا نفر بعدی را پیدا کنند که به آنها بدهکار شود و من هر شب دعا می‌کنم که آنها هرگز کسی را پیدا نکنند.